مراسم عقد و جشن عروسی محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح یکی از با شکوه ترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران بود. عقد رسمی در 29 آذر 1338 در کاخ گلستان برگزار شد. در این مراسم شخصیت‌های بلندپایه کشوری و لشکری، اعضای خانواده سلطنتی و میهمانانی از کشورهای مختلف حضور داشتند. خطبه عقد توسط آیت الله سید حسن امامی، امام جمعه وقت تهران خوانده شد. شهبانو فرح با لباس سفید ساده و وقار خاصی در کنار شاه قرار گرفت و پس از قرائت خطبه شاه حلقه الماس نشان را به دست او انداخت. جشن عروسی با شکوه آنها در دی ماه همان سال در کاخ گلستان برگزار شد و چند روز به طول انجامید. تالارهای کاخ با گل‌آرایی‌های بی‌نظیر، چراغ‌های کریستال و تزئینات فاخر آراسته شده بود. لباس عروس اثری از خانه مد کریستیان دیور در پاریس بود که از ساتن سفید با دنباله‌ای بلند و تاج الماس نشان سلطنتی تکمیل می‌شد. در این عروسی میهمانانی از سراسر جهان از جمله پادشاهان، ولیعهدها و دیپلمات‌های بلندپایه در این جشن حضور یافتند و آن را به یک رویداد بین‌المللی تبدیل کردند. بانو فرح در کتاب کهن دیارا برای این شب میگوید: هنگام خروج از منزل مادری طبق رسم ایرانیان از زیر قرآنی که مادرم بالای سرم گرفته بود گذشتم و چند کبوتر را آزاد کردم. در مسیر کاخ خیابانها مملو از جمعیتی بود که بدون شک ساعتها در انتظار دیدن من ایستاده بودند. محبت آنان چنان به دلم نشست که با خود عهد کردم هر آنچه از دستم برمی آید برای این مردم بکنم. پادشاه با لباس تمام رسمی در بالای پله‌های کاخ انتظار مرا می کشید و همین که از اتومبیل پیاده شدم 6 دختر خردسال با لباس سفید و تاج گل به دنبال من راه افتادند. به مراسم عقد نزدیک شده بودیم و من تازه متوجه شدم حلقه‌ای برای شاه نخریده ایم و اردشیر زاهدی با دادن حلقه‌اش مرا نجات داد. سفره عقد مفصلی چیده بودند. خطبه عقد جاری شد و من در همان دفعه اول چنان با شور و شوق جواب بله دادم که باعث خنده حضار شد. من با نوشتن نام فرح پهلوی در دفتر اسناد رسمی و امضا به خود گفتم از این پس امضای من این است. من این مراسم با شکوه را چنان با شوق و ذوق گذراندم که خاطره مبهمی از آن در ذهنم باقی مانده. و چند روز بعد از عروسی با واگن سلطنتی که به قطار معمولی وصل شده بود عازم ساری شدیم. بعد از عروسی رفتیم رامسر و هر دوی ما ترجیح دادیم به جای رفتن به خارج از مملکت ماه عسل خود را در کنار دریای خزر بگذرانیم. از این سفر یک خاطره فراموش نشدنی به خاطر دارم، چرا که اولین بار بود که به عنوان ملکه یک کشور از دشت‌های مازندران دیدن می‌کردم. در راه برگشت هم قطار در روستاها توقف می‌زد تا مردمی که به استقبال ما آمدند را ببینیم و احترام بگذاریم. و این قسمتی از خاطرات شهبانو فرح درباره ازدواج و ماه عسلشون بود. و اما نظر شما چیه؟ برام بنویسید و ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و از ما حمایت کنید.